نام خالق مهر یکتا سلام عرض ادب دارم خدمت همه هموطنانم. بنده مهناز فرجی هستم یا بگم همون خاله شبنم، مجری برنامه کودک و نوجوان. امروز روز تولدمه و من هر سال بخشی از هزینه تولدم و صرف امور خیریه کودکان که شامل دارو بوده، لوازم تحریر و پوشاک بوده و امسال تصمیم گرفتم که با یک پویش همگانی با تمامی دوستانم، همکارانم تو این کار خیر شریک بشیم. امروز تولد خانم فرجیه. هزینه تولدم صرف امور خیری و کودکان بی‌سرپرست. حرکتش ما هم یه سکه براش گرفتیم. اینو صرف امور خیریه می‌کنیم و فقط تمام شما اینم صندوق کمک به هیئت آقای زینعلی کمک به هیئت می‌کنیم. خاله شبنم اومده بچه‌ها، خاله همون دوست خوب شما. خاله شبنم اومده. امیدوارم از این به بعد همه دوستانم، همه عزیزان بخشی از هزینه تولدشون رو صرف امور خیر کودکان بکنن. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم هر جا که هستید تنور دلتون گرم باشه.